افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خورترکان شیرین، شما قسم دویم افسانه مرد دهقان و کوزه زر را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. خواستگاوانش را آورده سرشته کند و بعد پیش پادشاه رود. این زمان باشد زنش کوزچه را از خلطه گرفته در آورده تگی 7 قود کرپچه روست کرد و بعد این طرف آن طرف را کافته یک سنگی به کوزچه مانند را یافته به خلطه انداخته ماند. دهقان گاوهایش را آورده به آخیل در آورده بسته ماند و خلطه را برداشته به دربار پادشاه رفت. به نزد دروازه قصر پادشاه آمده از پاسبان پرسید که به اینجا یک مردی سواره نآمده است؟ ها آمد، جواب داد پاسبان. خدایا، با واهمه افتاد دهقان. وای البته به پادشاه سیری طلا را گفته است. تیزتر در آمده این کوزچه را به دست خودی پادشاه ندهم، کارم چطاق. پادشاه کوزه را گیرد با من رحم میکند البته. دهقان همی خیل فکر کرد و به پاسبان گفت من به پادشاه یک کاری ضرور دارم. پاسبان ها این گپ را شنیده به او رخصتی در آمدن دادند. دهقان به صحن قصر قدم مانده بود که پادشاه همراه ندیمانش روبرو برآمد. دهقان بعد سلام و تعظیم خلطه‌اش را به نزد پادشاه داد. ندیمانش خلطه را گشاده از درونش سنگ را برآوردند. پادشاه در غضب شده به سر دهقان داد زد. این چی کار کردگیت؟ چرا این سنگ بیکار این چی کار کردگیت؟ چرا این سنگ بیکاره را پیش من آوردی؟ دهقان اول حیران شد، بعد خود را به دست گرفته گفت ای پادشاهی معظم، ای سلطانی با کرم، داناترین آدم در این مملکت و حاکم این مملکت تنها شمایید. اینجا حکم شما در کار. یک زنی خود دانم دارم، میگوید که سنگ 8 قداق، من میگویم که 10 قداق. بگوید که گپی کدامی ما درست است. این گپ را شنویده آتش خشم پادشاه دو چند بالا گرفت و فرمود که دهقان بی حیا را به زندان پرتایند. ندیمان پادشاه او را کشیده برده به زندان تاریک پرتافتند. دهقان در یک کنج زندان نشسته گرفت و به فکر فرو رفت و بعد خود به خود گپ زد. آخر کوزه پر طلا یافته بود که برش اینقدر. دهقان 2 دستش را روبرو آورده حجم شکم کوزه را، یک دستش را از آرنج بالا کرده قد کوزه انگشتان دستانش را به هم آورده دهان کوزه را تصویر کرد و بعد گریبانش را گرفته توبه توبه گفته ماند. زندانبان رفتان دهقان را یک مدت تماشا کرد و بعد پیش پادشاه رفته گفت شاهم، این زندانی عجب حرکت ها می کند. چی حرکت ها؟ زود به نزد من بیارید او را، فرمود پادشاه. او را پیش پادشاه آوردند. بگو تو پیچیر پیچیر کرده چی ها می گفتی؟ دستانت را به حرکت آورده چی چیزها نشان می دادی؟ پرسید پادشاه از دهقان با تهدید. پادشاه مملکت، گفت دهقان، من امروز زمین شودگار میکردم. کوزه آبم در سر زمین ماند. در این مملکت چی بسیار دوست ممکن کدامش علاقه گرفته رفته باشد. شاهم، از زندان که آزاد شدم رفته دزد را مییابم و کوزم را طلب میکنم. دزد اقرار نمی شود، البته مقرر میگوید که کوزه از آن وی است.
مجبور میشوم او را به محکمه قاضی کشم. قاضی البته میپرسد که کوزه ام چی خیل بود. من با دستانم میفهمانم که آن چی قده داشت و چی بره، دهانش چی قدر بود. قاضی کوزه را آورانده درستکک نگاه کرده میبیند که گپی من راست است. حکم میکند که دوست کوزم را دهد. من در زندان نشسته چی خیل نشان دادن قد و اندازه کوزه را به قاضی مشق میکردم. تو باز مرا فریب میدهی، فریاد کرد پادشاه. برید را به زندان و کار کنید که راستی گپ را گوید. دهقان را باز به زندان انداختند و کهی کهنه آورده برویش قلمفور پاشیده در گراندند. کهدودی تند نفسش را گرداند و طاقت کرده نتوانسته داد گفت: مرا پیش پادشاه برید، من راستی گپ را میگویم، راستش را میگویم، قسم میخورم. او را پیش پادشاه بردند. دهقان به پادشاه نزدیک شده دهانش را پیش گوش او برد و گفت: پادشاهم، آن نامقوله را که با من کردید دیگر تکرار نکنید که کهدود نفس کس را میگردانده است و چشم و دهان و بینی را میسوزانده است. پادشاه قرار داد که این مرد دیوانه است. فرمود که زده زده او را از دربار پیش کنند. دهقان خرسند شده به خانه‌اش برگشت. از همان روز سر کرده زندگیش تیز شد. سختی که دیده بود غمی بیچارگان را میخورد و خوشبخت بود که میتواند به حاجتمندان و بینوایان دستی یاری دراز کند. دهقان با همسرش خوشبخت زندگانی کردند. شما هم اصلکانی بی خوشبخت و خوشروز باشید. انا این بود افسانه مرد دهقان و کوزه زر. اصلکانی بی برایتون خوبی خوش خواهانم. با شما بودم بی افسانه گویتان براحت بانا. خوبی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام